توی این پست میخوام در مورد فرمون برقی صحبت کنیم و بهتون یاد بدم که چجوری میتونید یه ماشینی که لوازمی هست حالا چه اتمسفر توربو رو فرمون برقی کنید. تا آخر پست با ما باشید. در کل دو مدل رایج داره. یکیش موتور برقی که روی تلسکوپی نصب میشه، دومیش پمپ هیدرولیک برقیه. هر دوی اینا این قابلیتی داره که بتونه سفت بشه و نرم بشه فرمون و ما میخوایم توی این پست در مورد هیدرولیک برقی صحبت کنیم و چجوری نصبش میکنیم. پمپ هیدرولیک برقی عملاً یکی از محاسنش اینه که یک بار خیلی زیادی رو از روی موتور شما میتونید بردارید. پمپ‌های هیدرولیکی که تو بازار هست برای خیلی از برندها هست. نمونه‌های رایجی که توی ایران پیدا می‌کنید مال شرکت فورد هست. روی مدرسه همشون نصب شده و یه سری از ماشین‌های خاص که از این پمپ استفاده می‌کنن و مثل پمپ هیدرولیکی‌های دیگه یه ورودی خروجی روغن داره که شما میتونید حالا بستگی به ماشینتون مثل 206 از سمت چپ ماشین کشیدین بریم سمت جهت فرمون، یه سری اتصالات بعد درست کنید و خیلی راحت هم نصب میشه. این کار یه کار بسیار بی‌نظیریه. یعنی شما وقتی که اینو اجرا میکنید عملاً هم فرمون نرم‌تری خواهید داشت، هم بار بیش از اندازه‌ای که یه هیدرولیک مکانیکال روی موتور ایجاد میکنه رو برمی‌دارید. به نظر من مخصوصاً برای ماشین‌های اتمسفری که توی شهر استفاده میشن خیلی کمک میکنه که یه توان بهتری رو بگیرن و رانندگی نرمال‌تری داشته باشن. یه نکته و آخرین نکتهش اینه که یک سری از پمپ‌های هیدرولیک برقی نیاز به یه یونیت خیلی مهم دارن که بتونه کنترل کنه. اگر اون یونیت نباشه شما میتونید راه اندازی کنید ولی نیاز به ECU استاندارد دارید. ممنونیم که همیشه همراه ما هستید. با لایک کردن و کامنت گذاشتنتون به ما انرژی بدید تا بتونیم براتون پست‌های آموزشی بیشتری رو اجرا کنیم.